بی‌برقی پایتخت و شمار از ولایت‌های دیگر افغانستان. برق وارداتی ازبکستان به دلیل مشکلات فنی قطع شده است. ادامه تلاش طالبان برای جمع‌آوری گداهای کابل. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان اعلام کرده که 19,000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کردند. نگرانی دفتر سازمان ملل در افغانستان از بازداشت‌های خودسرانه طالبان. یونما میگوید که هیچ کس نباید کسی را خودسرانه بازداشت کند. و نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که حمله بر سفارت کشورش در کابل یک تهدید دیگر در برابر صلح و ثبات در افغانستان و منطقه را نشان می‌دهد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. شرکت برقرسانی افغانستان یا برشنا میگوید که برق وارداتی ازبکستان به دلیل مشکلات فنی قطع شده است. برشنا روز یکشنبه 13 قوس گفته است که تیم‌های فنی دو کشور تلاش دارند تا این مشکل را هر چه زودتر حل کنند. به گفته این اداره برای رفع مشکل برق شهر کابل یک لاین برق وارداتی ترکمنستان را وصل کرده است. برشنا تصریح کرده است که مشکلات فنی میان استیشن نایب آباد ولایت بلخ و ازبکستان به میان آمده و سبب قطع برق شده است. این در حال است که این شرکت 2 روز پیش نیز از قطع برق وارداتی ازبکستان به دلیل مشکلات فنی خبر داده بود. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان اعلام کرده که کمیته جمع‌آوری گدایان اکنون به بیش از 19,000 نفر از جمله بیش از 10,000 زن را از شهر کابل جمع‌آوری کرده است. به نقل از خبرنامه دفتر ملا برادر، در جمع این گدایان زن 4,464 نفر آنان مستحق و 6,497 نفر دیگر گدای حرفه‌ای هستند. همچنین گفته شده است که در شمار گدایان جمع‌آوری شده 1,737 نفر مرد هستند که 634 نفر مستحق و 1,103 نفر حرفه‌ای‌اند. دفتر ملا برادر گفته است که در میان گداهای جمع‌آوری شده به تعداد 6,374 کودک نیز شاملند. این دفتر علاوه کرده است که کودکان گدای بی سرپرست پس از بایومتریک به مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده می‌شوند. گفته شده که در این مراکز علاوه بر اعاشه به کودکان بی سرپرست زمینه آموزش نیز فراهم می‌شود. طالبان گفتند که با گدایان مستحق کمک نقدی می‌شود. با ادامه بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان توسط طالبان، نمایندگی سازمان ملل در این کشور میگوید هیچ کس نباید کسی را خودسرانه بازداشت یا تبعید کند. یونما در توییت نوشته است که افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است. بنابراین باید به هر ماده آن احترام بگذارد. پس از ورود طالبان به کابل در 15 اگست 2021، موج از بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی و کشته دادن اجباری مردم در افغانستان آغاز شد. هنوز هیچ یک از نهادهای حقوق بشر به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های طالبان دسترسی ندارند و هیچ نهاد بر وضعیت حقوق بشری زندانیان نظارت نمی‌کند. همین گونه با وجود بازداشت‌های گسترده غیرقانونی، هنوز آمار دقیق از رقم افراد بازداشت شده توسط طالبان در دست نیست. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر شمارش معکوس را آغاز کرده و هر روز یکی از ماده‌های این اعلامیه را منتشر می‌کند. یونما نوشته است که همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامت هستند. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، گفته که حمله بر سفارت کشورش در کابل یک تهدید دیگر در برابر صلح و ثبات در افغانستان و منطقه را نشان می‌دهد. نماینده ویژه پاکستان در افغانستان امروز یکشنبه 13 قوس در رشته توییت‌های افزوده که اسلام آباد خود به طور مستقل صحت ادعای حمله داعش را بررسی خواهد کرد. از سوی هم مقام‌های پاکستان با محکومیت این رویداد از دولت پاکستان خواهان راستی آزمایی این ادعا از سوی داعش است. آنان تاکید کردند باید با تمام توان و قاطعانه عمل کنیم تا این تهدید را شکست دهیم. قابل ذکر است که این نخستین بار است که پاکستان شک و تردید خود را درباره اعلامیه منتشر شده از نام داعش در حوزه عمومی مطرح می‌کند.